انسان ها در گناه دو قسم هستند، یکی مؤمنان هستند، یکی منافقین هستند. حالا بیاییم یک چک بکنیم که در کدام قطار ما و شما قرار داریم. اونهایی که مؤمن هستند وقتی یک گناه بسیار جزئی از پیششان سر میزنه، یک گناه بسیار کوچک از پیششان سر میزنه، بسیار گناه جزئی هست، اینقدر شرم و حیای پروردگار سر وجودشان نمیگیره که دست و پایشان بلرزه میآید. دست و پایشان میلرزه که ما نافرمانی کی کردیم، نافرمانی الله را. میدانین روز قیامت الله جل مجده وقتی بنده را در پیش روی خود قرار میدهد میگوید اما استحییت تعصینی، بندیم از ما شرم نکردی؟ بندیم از ما حیا نکردی؟ بندیم از پدرت شرمیدی، از امام مسجد شرمیدی، از زنت شرمیدی، از رفیقت شرمیدی، دروازه را بسته کردی، از پیش چشم همه خود را کنار کشیدی. اما استحییت تعصینی، از من نشرمیدی؟ حین اغلقت الابواب، زمانی که دروازه ها را بسته کردی ندانستی که یک ذات تو را میبیند، تو نمیدانستی که خدا تو را میبیند. اما استحییت تعصینی، اما استحییت تعصینی، از من نشرمیدی؟ اذا ما قال لی ربی، وقتی که مرا میگفتی رب من، خدای من، پروردگار من، وقتی گناه را انجام میدادی از من نشرمیدی؟ ما چی جواب داریم به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی در روز آخرت؟ و تخفی الذنوب عن خلقی، گناه ها را از بنده های ما مخفی میکردی ولی از من شرم نداشتی. ای به یک طرف لذت گناه را قرار بدهیم، به یک طرف خوف خدا را قرار بدهیم. ما امروز از هر چیزی میترسیم، ما از تاریکی شب میترسیم، از مار و گژدون میترسیم، از کامراهای مخفی میترسیم، از پلیس میترسیم، از کسی که سلاح داره میترسیم، از آواز مرمی میترسیم. اما کدام وقت فکر کردی که چند فیصد از خدا میترسیم؟ ما چقدر ترس خدا به قلب ما هست. 5 دقیقه لذت خوف خدا را از قلب ما میکشد. در 5 دقیقه لذت این طرف لذت مقایسه بکن با خوف خدا که ما وقتی به گناه آغشته میشیم، گناه میکنیم، 5 دقیقه لذت دارد هر گناه، ولی بعدش چی میشود؟ چقدر پشیمان میشی؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اونهایی که فاسقان هستند، فاجران هستند، منافقان هستند، صفتشان این است که وقت گناه انجام میدهند، وقت گناه از پیششان صادر میشود، آنقدر بی‌پروا هستند، باک ندارن، مثل که مگس از پیش بینیشان رد شده باشد. ای گناه که میکنیم، اگر به خدا پناه ببریم که گناه نکنیم، گناه میکنیم چون جایز الخطا هستیم. ولی مهم اینجاست که بعد از این که گناه را انجام دادی متوجه قلبت یک بار شو که قلبت نسبت به گناهی که انجام دادی چه عکس العمل نشان میدهد. آیا قلبت میلرزد در درونت؟ آیا پشیمانی برات پیدا شده؟ آیا ندامت برات پیدا شده؟ آیا شرمنده شدی؟ آیا خجالت شدی؟ هر کدام ما در یک نقطه گناه میکنیم و در یک نقطه گناه کردیم. ببینین بزرگان دین چقدر حالات دیگری داشتن، در اون موقعیت و مکانی که توبه کرده بودن ولی در مکانی که گناه کرده بودن هر وقت قرار میگرفتن عرق میکردن، دست و پایشان و لرزه میآمد.